شکست تحقیرآمیز محاصره دریایی ایران در روز نخست محاصره دریایی ایران. درست شنیدید. همراه من باشید تا از این شکست بیشتر بدونید. 15 شناور جنگی غول‌پیکر ایالات متحده مجهز به پیشرفته ترین رادارهای ایجس و هزاران موشک یک آرایش هالیوودی بی‌نقص چیدند برای خفه کردن قطعه یک شاهرگ اقتصادی در اطراف ایران. صدها میلیارد دلار فولاد در یک محاصره دریایی. اما درست چند ساعت بعد چی شد؟ یک نفتکش غول‌پیکر و کاملا تحریم شده چینی به نام ریچ استار بدون اینکه حتی یک گلوله دریایی سمتش شلیک شه یا یک گره دریایی سرعتش رو کم کنه، دقیقاً از قلب این دیوار فولادی عبور میکند. واکنش قدرتمندترین نیروی دریایی تاریخ جهان به این دهنکجی چه بود؟ هیچ. فقط ایستادند و تماشا کردند. این یک خبر ساده نیست. شما در حال تماشای زنده فروپاشی فیزیک یک هژمون هستید. به واقعیت اوریان جهان پسا امریکا خوش آمدید. فردریک کبیر، یکی از بیرحمانه ترین تئوریسین های تاریخ نظامی، یک قاعده مستند دارد. میگوید دیپلماسی بدون توان استفاده از اسلحه دقیقاً مثل رهبری یک ارکستر است بدون داشتن ساز. وقتی اراده سیاسی برای چکاندن ماشه را نداری، ناو هواپیمابر 10 میلیارد دلاری با 5000 خدمه دیگر یک سلاح بازدارنده نیست، فقط یک تکه آهن بزرگ و بی مصرف روی آب است که فلج شده و ضعفت را با بالاترین رزولوشن به دنیا مخابره می کند. من علی نوین، تحلیلگر و مفسر سیاسی نیستم. من با کمک مدل محاسباتیم قرار این فلج لوجستیکی رو با تیغ بیرحم داده و دکترین نظامی کالبد کافی کنم. خروجی این چهارچوب دوستان همون نقشه نجاتیه که برای فهم بحران پیش رو و جهان پسا پترودلار نیاز دارید. علی مرگبار جغرافیا رو میشناسید. رسانه‌های زرد و رایگان و جریان اصلی از استقلال 15 ناو در یک نقطه خفگی تیتر میسازن و شما میترسید. اما در ریاضیات جنگ و در اقتصاد داستان یه چیز دیگه است. تجمع این حجم از شناورهای عظیم در یک آبراه باریک مثل خلیج فارس که بدون هیچ عمق استراتژیکه یعنی چی؟ یعنی سندکام آرایش جنگی کاربردی واقعا نساخته. سندکام یک استادیوی هالیوودی ساخته برای ترسوندن. اونها یک پارکینگ متراکم و به شدت آسیب پذیر در زیر چتر موشک‌های ارزان قیمت هیدرا احداث کردن. و اینجا سوال پیش میاد، چرا غربی‌ها به نفتکش چینی شلیک نکردن و ماشین حساب‌های پنتاگون اجازه شلیک ندادن؟ چون ماشین حساب‌ها و ژنرال‌ها میدونن درگیر شدن با یک قدرت واقعی مثل چین بازی ضریب تبادل هزینه رو برای محور شرق به بی‌نهایت میرسونه. یک شلیک نامتقارن چند هزار دلاری از ساحل ایران در برابر غرق شدن میلیاردها دلار فولاد عاقلانه است؟ خیر. واشنگتن شلیک نکرد چون نه جرأت آغاز جنگ رو داره و نه توان پرداخت صورت حساب ریاضی اون رو. بزرگترین خطای چند میلیارد دلاری آقای ترامپ در ورود به این بازی چی بود؟ توهم کنترل روی سوژه های واقعی مثل چین، ایران و روسیه. تحریم های خزانه‌داری آمریکا برای دولت ملت های برآمده از قرارداد سایکس پیکو که افق دیدشون 4 سال است به اندازه انتخابات آمریکا واقعا ترسناکه. اما ایران و چین در افق‌های 100 ساله تمدنی بازی میکنن. عبور نفتکش ریچ استار از جلوی چشم ناوگان مغرور آمریکایی صرفاً یک فرار تجاری بچه‌ها نبود. این یک اجرای فیزیکی و بی‌نقص تقارن شکنی تهاجمی بود. پکن و تهران با یک کشتی تجاری معماری قدرت آمریکا رو تست استرس کردن و ثابت کردن قوانینی که نمیتونی روی آب با لوله تفنگت ازشون دفاع کنی، حتی اگر صادر کنندش کاخ سفید باشه، پشیزی ارزش نداره. این یعنی مرگ قطعی یک امپراتوری دریا محور. حالا صورت حساب نهایی این کمیته نظامی رو در بازار ببینید. در حالی که آقای دونالد ترامپ با ادعای امنیت و بزرگترین نیروی نظامی جهان ناوهاش رو در دریا سنگردان کرده، ناهنجاری نهایی در زنجیره تامین و لوجستیک اتفاق افتاده. نفت برنت به خاطر توهم این محاصره از 118 دلار عبور کرده. پرمیوم ریسک بیمه های دریایی سر به فلک کشیده و آمریکایی ها روزانه 10 میلیون دلار از جیب مالیات دهنده ها فقط خرج سر و پا نگه داشتن این بلاف جنگی میکنن. و در همین ثانیه کشورک های عربی در وحشت مطلق اقتصادی به دنبال احداث خطوط لوله زمینی هستند تا از دریای سرخ فرار کنن. خطوط لوله‌ای که هیچ وقت نمیتونه در دنیای واقعی و جنگی کاربردی باشه. یک نفتکش صادرات شد و واشنگتن با کسری بودجه روانی و مالیش در یک بنبست لوجستیک گیر افتاد. ناوگان آمریکا رسما از یک نیروی محاصره کننده به یک تیم تماشاچی پرهزینه تقلیل پیدا کرد. یک راز رو میخوام به شما بگم. روزی که جرقه این تنش‌ها در دریا خورد، دقیقاً همین
بنبست ساختاری امروز واشنگتن رو من مدل سازی کردم. با مدل اختصاصی مو به مو پیش بینی کردم. روزی که همه ترسیدن، سیستم من بازدارندگی فیزیکی هیدرای ایران رو نشون داد. اگه میخواهید ویدیوی اثبات این پیش بینی و زنجیره علت و معلولش رو شخصا ببینید، قرار نیست کار عجیبی بکنید. در کامنت ها فقط یک کلمه بنویسید زنبور. سیستم هوشمند من این ویدیو رو در کسری از ثانیه براتون میفرسته تا ببینید چقدر ریاضیات اقتصادی قدرتمنده. چیزی که میتونه آینده رو ببینه و میتونه آینده رو شکار کنه. اما داستان به این سادگی تمام نمیشه. آمریکا امروز در نقطه خفگی تحقیر شده. امنیت ادراک شدهش تبخیر شده. حالا یک بازی پنهان و مرگبار روی میزه. آیا این هژمون زخمی برای بازسازی آبروی از دست رفتش در اخبار به زودی دستور میده یک کشتی ضعیف و نیابتی رو در یک نقطه دورتر، جایی که خطر موشکی کمتری تهدیدش میکنه، توقف کنن و توقیفش کنن تا فقط یک ژست تو خالی قدرت بگیره؟ یا اینکه شما فکر میکنید ساختار فیزیکی تحریم های غرب روی آب دیگه برای همیشه از بین رفته؟ بدون تعصب سیاسی، تحلیلت از قدم بعدی این شطرنج رو برام کامنت کن. میخوام عیار استراتژیک شما رو بسنجم. من منتظرم.